بیا اینو بگی بالشتر بذار اونجا. بالشتر بذار اونجا. لئو بالشتر بذار اونجا. این بالشتر رو بگی. بیا این بالشتر رو بگی. بیا پتو رو بگی. لئو پتو. آفرین. بذار بالا. بیا بذارش بالا. بذارش این بالا. اونجا اون بالا بذار. روی اون بالشته. آفرین. آره. برو بذارش اون بالا. یس. به آنتالیا ما داریم میان. لئو در وا کن بریم مامی. لئو این توی بای بای بکن. بای. Let's get out. بده بریم پیش نینیا. بیا بغل. دستو بذار اینجا. لئو دستتو بذار اینجا. یه لحظه در رو ببن. بده بریم کیفتو برداریم. بریم پیش نینی. بیا اینجا. بریم پیش نینی. سلام به چنل یوتیوب من خوش اومدین. زیر این بارون قشنگ که در اصل بارون داره سیل میشه کم کم. من دوباره اومدم با یه ولاگ جدید. امروز دارم میرم الان ماشینمو بذارم تعمیرگاه. دوستم بیاد دنبالم بریم با هم یه سر مرکز خرید رو بگردیم، چون که تولد من از رگ گردن بهتون نزدیکتره و من به شدت آدم تولدی هستم. تولد رکن اساسی داره واسه من تو زندگی. به نظر برای هر آدمی روزی که به دنیا میاد باید یه روزی باشه که حتما حال خودش رو خوب کنه، با کسایی که دوست داره اون روز جشن بگیره. بالاخره یه نعمتی که ما اومدیم توی زندگی و اگه اون روز برامون روز مهمی نباشه به نظر من چیز جالبی نیست و شکرگزاری کنیم به خاطر روزی که به این دنیا اومدیم. برای همین دارم میرم اول گردن رو ببینم میتونم یه لباس خوب پیدا کنم برای اون روز، بعدا برنامه‌شو بچینم. حالا شاید امسال تولد خیلی بزرگ نگیرم ولی دوستامو جمع می‌کنم بالاخره دور خودم، یا خودم میرم پیششون یا اونا میان پیش من. این مدت هم که کمتر ولاگ گرفتم و یه سری تغییرات تو زندگیم دادم، دوباره برگشتم به روتین زندگی، باید کم نظم پیدا می‌کردم. ورزش رو شروع کردم دوباره و خیلی وحشیانه بودم. دیگه همه چی صبح یوگا می‌کنم، ظهر می‌دوام، عصر پیلاتس می‌کنم و از هر مهمتر همه این تغییرات به خاطر اینکه لئو میره مهد کودک. من خیلی تایم آزاد زیادی دارم الان و دارم واقعا لذت میبرم از این تایم و لئو هم خیلی بهش خوش میگذره تو مهد کودک. هم تعلیم میبینه هم با دوستاش بازی میکنه. خلاصه که من که خیلی راضیم از این انتخابم. بریم که روزمون رو ادامه بدیم. مرسی که همراهی میکنید. اومدیم مالا فانتالیا. هیچ هدفی هم نداریم، نمیدونم الان میخوام برای چه محیطی لباس بگیرم. داریم میچرخیم ببینیم که چی چشمون رو میگیره. بیش از حد خانومیان اینا. من هنوز انقدر خانوم نشدم. خب از لباس تولد رسیدیم به لباس اسپورت بیرون. نظرم باحاله، هم واسه پیاده روی جایی بخوام برم، هم برای مهمونی و پارتی باحاله. اینم تاپ تکش، اینم یه تیشرت تکه که
دیسلایک حال نمی‌کنم باشه. این کاپشنارم خیلی خوشم اومد. فکر کنم بدون این توسیشم آره میشه استفادهش کرد. این چیز خفنی بود. خب وقتی بلا تکلیفی و لباس بیرونی و مهمونی میری توی لباس پارتی. بد نیست. که بوش میاد یک چیزی از تولد ندیدم، نه وایبشو گرفتم که بخوام نسبت به اون کاری بکنم. فقط یه تاپ گرفتم کژوال ساده واسه بیرون. نمیدونم قراره چی بشه امسال، هیچ ایده‌ای هم ندارم که چیکار کنم. خب دیگه از این رفت. من موندم که کسی که ماشینم برده درست کنه، گفت میاد از همینجا خودمو برمی داره، منم میبرم میرسونمش. فقط امیدوارم زودتر بیاد. بعد ساعت 5 برم لیو رو از مهد کودک بردارم. الانم ساعت 4. هنوزم کار ماشین تموم نشده. خیلی گشنمه. آدم غذایی بزنم بر بدن. هیچی هم خرید نکردم. کم بشینم فکر کنم واسه تولدم چیکار کنم. مثلا بگیرم نگیرم نمیدونم. بده. این تولد بعد یکی دیگه واسط بگیر. وقتی خودت بخوای واسه خودت بگیری همینجوری میشه همیشه. مرحبا. لیو. مامی. یس ما. یواش یواش یواش. آفرین. های مام. آی خوش گذشت. آره لیو پیش نینیا خوش گذشت. بودو بپر بالا سوار شه بریم. خب لیو بریم ببینیم امروز برای مامان چیزی گیر میاریم برای تولدش یا نه. جوجه تا همین 2 دقیقه پیش داشتم اینجا التماسش میکردم بذار لباس تنش کنم. به محض اینکه لباسو میپوشه باید ما بیرون باشیم. یعنی اینجوریه که بعد آخرین لحظه آخر این جناب حاضر بشن. اصلا تحمل نداره با لباس بیرون تو خونه بمونه. بریم. دوباره میمونی پیشم و همه چی دوباره خوب میشه. خب دیروز دیگه موفق نشدم خرید درست حسابی انجام بدم برای تولدم دیگه. امروزم لیو مهد کودک نداشت. یه هفته هم بود رفته بود مهد کودک. من عادت کرده بودم دیگه. از صبح زود بیدار شدیم با هم دیگه شروع کردن و یکم مادر پسری با هم وقت گذروندیم. کارهای خونه رو که کردم گفتم دیگه بزنم بیرون، شاید امروز قسمت باشه که یه چیزی واسه تولدم تدارک ببینم. الان لیو رو گذاشتم تو ماشین. الان بچه‌م خوابش برد. لیو خوابید ولی با یه خانم پرستار هماهنگ کردم که اگه تونست بیاد 2-3 ساعت کمکم کنه تو مرکز خرید. چون لیو خیلی شیطون شده. اصلا به خودم نمیدیدم که این بچه اینقدر میتونه شیطون شه. امروز از در خونه اومدیم بیرون 2 بار زنگ همسایه رو زد در رفت. نمیدونم اینا رو تو مهد کودک یاد گرفت تو این هفته وقت کرده کی یادش داده. خلاصه که هم خیلی بامزه است هم خیلی سخته واقعا. خیلی شیطون شده. بریم که ایشالله چیز باحال پیدا کنیم واسه تولد. برنامه تولدم بچینم دیگه. گل سنگم مثل قبلم نمیشه هیچ وقت تو احساسم. گل سنگم نگاه کنین چقدر ناز و نرم و کولیه. خیلی بامزه است. همین بوتا هم خوبه. من همینجوری از دارم جشن بگم چیه با لباس سخت. نقاش هم برعکس بشیدم. اینجوری نیست. خوبه نه؟ یا مثلا این تیشرته. همین الان با این ستش کردم. چیز نازک‌تر هم میشه برداشت واسه بشه. خیلی خوبه. تمیز و قشنگ. خدا زردش خیلی نازه. کنم قشنگه اینا. خب برنامه عوض شد. قراره با کاپشن جشن بگیرم. برم توی برف و یخی جایی بگم مثلا سرد بود اینا پوشیدم نه؟ خیلی گوگولیه. همشو میخرم. اصلا لباس نمیخوام. همینا خوبه.
خب و خرید امروزم اینا لباس گرما نصیبم شد برای تولدم. هیچی به هیچی. احتمالاً ازم خوشده که تو خونه دارم میشه سرهم میکنم اوکیش میکنم و برم کیکم سفارش بدم. یه دامن مشکی یه تاپ مشکی گرفتم. دارم میرم سمت ماشین وسایل بذارم میام بیرون و برم دنبال لئو و پرستارش. امسال یا نقره‌ای قراره بپوشم بلیک بلیکی زیاد یا مشکی شیک خانوم. دیگه روز تولده منم خانم تولدم. بریم که ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیم. از صبح که مثل جنازه افتاده بودم تو جا، مریض بودم. لئو رو بردم مهد کودک اومدم خوابیدم تا 11. بچه‌ها از آلانیا اومدن. خونه دوستم من تو لارا دارن میان اینجا. یه خانومی که پرستار لئو هم داره میاد کمکم. بریم که امروز رو جشن بگیریم دیگه. امروز می‌خوام یکم شل کنم. دوستام قرار شده بهم کمک کنن. من روز تولدم زیاد اذیت نشم و خوش بگذرونم. ببینیم که چجوری پیش میره. امیدوارم که همینجوری تا آخرش خوب پیش بره. خب ببینم دیده میشه یا نه. کدوم بهتره واسه امشب؟ آبی باشم یا سبز؟ سبز خواستاره حس میکنم. خب صورتمو شستم. میگم ماسک خیلی خوب بود. قشنگ صورتم شفاف شد که داشته باشیم ادامه روتین را. با اینکه تولدم قرار نیست ورزش رو دور بزنیم، قراره برم پیلاتس هم انجام بدم. وقت گرفتم الان دیگه لباسم هم پوشیدم و برم خریدای تولد رو بکنم، پیلاتس برم، لئو رو بردارم، بیایم خونه که شروع کنیم. به به آرکاداشلر گلدیم، بچه ها اومدن دیگه، تیم تجهیزات اومد با چمدون دیگه، قراره کارا رو گردن بگیرن. من برم تو فاز استراحت زیاد. آشکیم در راه خرید تجهیزات. همینجا جا پارک رو دوباره رد کردی؟ به خدا اینجا نیست جا پارک، همون بود. 3 دور داریم اینجا میچرخیم فقط واسه یه جا پارک معمولی. بریم که من نیم ساعت دیگه هم وقت باشگاهمه. اصلا روز تولدش هم ورزش میکنه خانم. کیک هم خریدیم، انتخاب های محدود اما گوزل. شطرنجه رو برمی گرفت، نه دلاره، صندوقش دلاره رو برمی گرفت. این خیلی اصلا نمیاد. خب خریدا رو کردیم گذاشتیم صندوق. چرا من همیشه عجله دارم به نظرت ندام؟ همه چیم تو همه. الان دیگه فقط گل باید بخریم. مزه خریدیم، شم خریدیم، کیک خریدیم. کیک نیافتیم اول فصل. کیک گذاشتیم رو کیک وسیله ها رو من ندیدم. خب کیک رو هم له کردیم به سلامتی. مثلا این کیک رو گرفته بودم برای پیلاتسم، میخواستم اونجا فوت کنم، این له شد. ولی خب حالا کار در میاد باش، جمعش میکنیم. اون که مربی زنگ داد میگه چرا دیر اومدی؟ خیلی دیر. بعدش میخوای با هم بریم گل فروشی؟ من دیگه بعد یه ساعت من تا بیام میزو چیدم. خب پس تو برو گل فروشی دیگه بدون من گل بخر. گل منو همیشه هولکی، همیشه خدا. خب ندا جون رام اشتباه رفتیم. نظرت راجع به این تولد قرار بود فردا باشه تولدا با حسابانی. مرخصیمه، معلم استاد 5 صبح راه افتادن اومدن. لئو گلدمه. لئو مامی یس مام کیا لئو این چه لباسی تنت کرده؟ های خیلی قشنگه. فال ابر نمیتونیم بگیریم. واقعا عالی شد. ماسه حاضر. اون چیفه چی میگیم مثلا؟ چیه؟ ببین از اینا قراره چی در بیارن این دوتا هنرمند برای مراسمات خود. کار دیزاین خودتون رو به ما بسپارید. خب
میکاپ تقریبا تموم شده. فقط خانم ویدا قراره منو کرلی کنه. کرلی کنم یا صافم خوبه؟ شب سیاه حالت آروم تو نگاه حرف سیاه از همه دیوونه ترم قرارمون یادت نره دیر نکنی منتظرم